نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لكبهم الله في النار وقال عليه الصلاة والسلام لا زوال الدنيا أحوان على الله من قتل رجل مسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آیس من رحمت الله. برادران و خواهران مسلمان، طوری که الله تعالی در سوره نساء آیت 93 فرموده است که به این مفهوم هر کسی که مؤمن را به قتل برساند به قصد از جزای او جهنم است که همیشه می باشد در آن و غضب خداوند بالای او آن شخص است و خداوند او را لعنت می کند و الله تعالی برای او عذاب عظیم را آماده کرده است. کشتن مسلمان چی زن باشد و چی مرد در دین مبین اسلام حرام است و جرمی است نابخشودنی، چنانچه ابن عمر از نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت می کند من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر بالله عز وجل. هر کسی که مؤمن را به قصد به قتل برساند و تحقیق و حقیقتا و مسلما به الله کافر شده است. و مادر دردا از پسرش ابو دردا روایت می کند که پسرش گفت که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود کل ذنب عسى الله ان یغفره الا من مات مشرکا او من قتل مؤمنا متعمدا. هر گناه نزدیک است که الله تعالی او را ببخشد، یعنی امکان بخشیدن آن است، مگر کسی که مشرک بمیرد یا کسی مؤمن را به قصد به قتل برساند. و ابن عباس رضی الله عنه می فرماید که برای قاتل قتل عمد توبه نیست و خداوند هم از توبه آن در آیت مبارکه که راجع به قتل عمد در سوره نساء آیت 93 هست چیزی نگفته است. و اما قابل یادآوری است که علما در این باره نظرها و رأی خود را دارند. پس ما دانستیم که قتل مسلمان حرام است و خصوصا قتل یک نفر بعدا زیر موتر کردن از او و بعدا سوختاندن از او. این هم باید متوجه باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ کسی حق ندارد که کسی را به آتش عذاب کند، تنها این حق الله است که هر کس را بخواهد به آتش عذاب می کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که از بین رفتن دنیا آسانتر است پیش الله تعالی که دنیا را از بین ببرد و دنیا را ختم بکند از کشتن یک نفر مسلمان. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است اگر اهل آسمان ها و زمین همگی بر قتل یک نفر مسلمان چی زن و چی مرد باشد جمع شوند، همگی آنها را خداوند بر روی به آتش داخل می کند. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که کمک کند به قتل یک مسلمان اگرچه به قدر نیمی از کلمه باشد، روز قیامت می آید و به حضور خداوند حاضر می شود و نوشته می باشد بین هر دو چشم از او که آیس من رحمت الله، که از رحمت خداوند بی نصیب است و ناامید است. خداوند ما شما را همگی نگاه کند و ما شما همگی متوجه اعمال خود باشیم و گناه کبیره است در اسلام از جمله 7 موبقات است، از جمله 7 چیزی است که هلاک کننده است که او الشرک بالله است و قتل نفس است و چیزهای دیگری است که در حدیث شریف به تفصیل در او باره رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند. برادران و خواهران مسلمان، دین مبین اسلام دین برادری، محبت، صلح، امنیت و رحمت است و هر نوع مجازات را مختص به قانون و حکمت می داند، نه حق افراد. و همه افراد باید تابع دولت و قانون باشند
و هیچ فردی از افراد جامعه اسلامی حق ندارد که کسی را خسرانه به قتل برسانند و قانون را به دست خود بگیرند و قتل هیچ مسلمان توجیه ندارد که ما آن را توجیه کنیم. و قرآن کریم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. الله تعالی می فرماید که اطاعت کنین الله را و اطاعت کنین رسول الله را و اطاعت کنین اول الامر، کسایی که صاحب امر شما هستند، یعنی رهبرها و لیدرها و زمامداران امور را. سوره نساء آیت 59. اسلام مقامات دولتی و حکومتی را ملزم و مسئول به تحقیق و بررسی در قضایا و تطبیق قوانین به صورت عادلانه آن می داند و زمامداران را هم در برابر خداوند و مردم مسئول می شمارد. پس هیچ کس حق تعرض و تجاوز را در حریم مردم ندارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. همه چیز مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است، چی خونش باشد و چی مالش باشد و چی آبرویش باشد. و همچنان می فرماید المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که مسلمان‌های دیگر یا انسان‌های دیگر از لسان و از دست از او به امن باشد. در این حدیث مبارک می‌بینیم که هر کسی که مسلمان‌های دیگر از دست از او و از زبان از او مسئول نباشند، پس مسلمان کامل یا اصلا مسلمان نیست. پس کسی که جرم را مرتکب می‌شود باید به مقامات دولتی سپرده شود تا مطابق قوانین نافذه همان کشور جرمش تحقیق و بررسی شده و مطابق قوانین مجازات شود، و یا اگر جرم را مرتکب نشده باشد هم معلوم شود و بعداً مقامات دولتی بری و ذمه بودن او را، یعنی بیگناه بودن او را به مردم اعلان نموده و او نفر بیگناه شناخته شود. خداوند پاک در سوره حجرات می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که شما ایمان آوردین، پیش قدمی و کلانکاری نکنن به پرشوی خدا و پیغمبر. پیش از خدا و پیغمبر شما یک امر را فیصله نکنن و شما از خود حکم صادر نکنن و منتظر بمانن و همتان پیروی بکنن از فرمان خدا و رسول. واتقوا الله، از خداوند بترسین. هر آینه و به تحقیق و یا مسلما خداوند بسیار شنونده و دانا است. همچنان خداوند می فرماید یا در همین سوره، در سوره حجرات آیت 5 یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آوردین، ای مؤمنان، اذا جاءکم فاسق بنبأ، وقتی که یک شخص فاسقی به شما یک خبر را آورد، فتبینوا، پس شما را لازم است که شما غور و بررسی بکنین و تحقیق بکنین در این باره. ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تا نشود که با قوم شما درگیر شوین و به اونها یک ضرر برسانین یا به اونها و شما بعد از آن پشیمان شوین. و همچنان الله تبارک و تعالی در سوره نساء آیت 94 می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ای کسایی که شما ایمان آوردین، یعنی ای مؤمنان، وقتی که شما سفر کردین و رفتین به جهاد در راه خداوند، پس چی کنین؟ شما غور و بررسی کنین و شما تحقیق نماین.
ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، و نگوین برای کسی که او برای شما خدا تسلیم بکند یا سلام بتبرتان، نگوین که شما مسلمان نیستین، بلکه اسلامش را قبول کنین. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره، شما میخواهین متاع زندگی دنیا را، اسباب زندگی دنیا را، اما پیش خداوند هست غنیمت‌های بیشماره. کذالک کنتم من قبل، همچنان شما بودین پیش ازی. فمن الله علیکم، پس خداوند احسان کرد بارای شما. فتبینوا، باز شما راست که غور و بررسی کنین و جستجو کنین، تحقیق نمایین. ان الله کان بما تعملون خبیرا، هر آینه خداوند هست به چیزی که شما میکنین به او خبردار است. در این آیت مبارک میبینیم که الله تعالی در عین آیت دو دفعه کلمه تبینوا را به کار میبرند تا مسلمان ها بیدار شوند و مسلمان ها یک شخص بیگناهی را بدون خبر و بدون تحقیق و بررسی به قتل نرسانند و تا در گناه عظیم قتل عمد دچار نشوند. خداوند ببینید چقدر مهربان است. پس ما باید که از فرامین خدا و پیغمبر در زندگی خود ما شما مستفید شویم و او را عملی کنیم. پس ما نباید واقعات و حادثات را یک روز عجالتا بدون تحقیق در قضیه توجیه نماییم و احساسات مردم را قدردانی نماییم و مهر تاکید بر آن بگذاریم، ولی روز بعد به خاطر ارتباطات و شناخت آن را محکوم نماییم و از گفته های خود اظهار پشیمانی نماییم. من اینجا این را میخواهم بگویم که چرا ما فرامین خدا و رسول الله را در قضایا نادیده میگیریم و از شکمهای خود بدون تحقیق و بررسی ابراز نظر میکنیم و فتوا صادر میکنیم و بر برادران و خواهران مسلمان خود رحم نمیکنیم، در حالی که همه کلمه گوی هستند و همه مسلمانیم. اگر خواهر ما فرخنده مظلوم یا اگر کدام برادر و خواهر دیگر مثل فرخنده مظلومانه و فجیعانه از طرف مردم به قتل می رسید و شناخت و ارتباط با کسی نمی داشت و مثل فرخنده بیگناه می بود، آیا ابراز نظر ما، فتوای ما و توجیه قتل یک بیگناه توسط مردم گناه نبود؟ بیایید همه ما واقعا مسلمان باشیم و کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم گردن بنهیم و منقاد باشیم تا رستگاری بیابیم و به مردم رحم نماییم. این دین را که سراسر رحمت، خوبی و درستی است به مردم برسانیم، مردم را از دین متنفر نسازیم و این مسئولیت ما مسلمانان است، چی عالم باشیم و چی غیر عالم و چی در حکومت کار کنیم و چی در چوکات حکومت کار نکنیم. در هر سطحی که هستیم ما شما مسئولیت داریم. برادر و خواهر مسلمان، طوری که دیده می شود پلیس و ارگانهای امنیتی فقط به خاطر حفظ جان رئیس جمهور، رئیس اجرایه، معاونین وزرا، مقامهای عالی رتبه دولتی و نمایندگان است، نه برای حفظ جان، مال و عزت همه ملت. ولی متاسفانه ما می بینیم که واقعه قتل فرخنده 2-3 ساعت دوام می کند، ولی با وجودی که هیچ قوه امنیتی برای نجات این خواهر مظلوم به محل واقعه حضور نمی آورد، پلیسی که آنجا هستند در کشتن فجیعانه و در بند کشیدن و تسلیم نمودن این خواهر مظلوم به افراد اوباش، ظالم و بیرحم کمک می کنند و بالاخره از صحنه فرار می کنند. آیا چگونه مردم احساس مسئولیت نمایند و افتخار کنند که ما پلیس و ارگانهای امنیتی داریم و بالاخره ما حکومت داریم؟ این ارگانهای دولتی است که از خون مردم تغذیه، اعاشه و احاطه می شوند و بعداً با مردم خیانت می کنند، رشوت می گیرند و مردم مظلوم، بیچاره و بی‌دفاع را بیار و مددگار رها می کنند. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند
که هر والی یا زمامداری که برایتش خیانت کند خداوند بر او جنت را حرام میگرداند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرموده است که اگر پای بز در یمن لنگ شود، عمر در مدینه مسئولش است. این است مسلمانی و این است یک زمامدار مسلمان که حکمتداری و زعامت را یک مسئولیت میداند، نه استفاده جویی و زرندوزی. پس من به نوبت خود به فامیل فرخنده و فرخنده ها و هزاران و هزارها فرخنده دیگر امیدوارم که چنین حادثات دلخراش و واقعات غمانگیز دیگر در جهان خصوصا در وطن عزیز ما افغانستان تکرار نشود. مجرمین به جزای اعمالشان رسانده شده تا پند و عبرت برای دیگران شده و از همچو واقعات جلوگیری شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.